می‌بینی پیمان بلدگوش اوراق مدلی چیگربان عزیز مهربان نارون ششاد گردونی کوشم پمنو گردونی پروردگار درباری حضرت بیبایشه مادرم دته پرده وی جوش کنی ای الله جون شیرین ای حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم پروردگار دعای منی بیمار به درگاه قبول کنی رویشان شاد باشه جایشان جنت پروردگار حفظی کفسه سیاه باشه مادر جون شیرینت من ابری سیاه می رود صاف می شود حیف آدم می رود خواب می شود مادر تو دوستت می داشتم؟ ای کنشنا آیا خدا رحمتی پنسیش همه گیریم نخلش یه چیزا میخلید بمونه میخلید که منی بچه هم سال لیلید پایلیز نگردم خوش بهارت نه قیابه دعای دولت میکنم یک روزش شید که به درگاه خونه حاجی رحیم رفتم کمرون رفتم اونجا از داد مکنم بری فواد همی دوشنبه یک خونه تینج قشرون داد یک خونه داد خوش بهارت خوش بهارت خداوند اوروح حاجی رحیم اوروح کشته حاجی رحیم سه زحمت کنه به این خدمتش شایسته جنت کنه حفظ کبسه سیاو گردن دایما دلو دهن حاجی رحیم درم دهن پیر کمپیری و چشم تبسمی خنده باشه. بینندگان گرامی کسانی که میخواهی حج عمره بیایید اینا مرحمت با شرکت قاری فروغ اینا نگاه کنه که چه مهماناش پیشواز میگیره گاستینساش نزدیک حرم خورد و خوراک سه وقته شرایطش با تمام صنعت. بینندگان گرامی کسانی که مراجعت میکنه به همین رقم‌های در زیر نوار بوده با دل پر مراجعت کنه خدمت رسانیش به سطح عالیه میتونه که مرحمت این به حج عمره را ادا کنید. درود خداوند بر شما بینندگان گرامی اینک ما حضور داریم در مدینه منوره با همراهی بابای عباس حاجی عباس انشاءالله که میخواهیم یک نوار خوب و جالب پیشکش شما کنیم که تا اینکه روی شما بالیده شود. اینک بابای عباس میخواه که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای زیارت کنه و حضرت مادری بیبایشه جونی جگربند مکی با روح مادرم در نزد وی دعا کنم که در تای چادری خودش جوش کنه انشاءالله بابای عباس برای بینندگان این قدر دعا و درود و این قدر رحمت و این قدر خرسندگی کنه برای شما حتی یک خیلیش بلاگرای تاجیکستان مردم همه اشک ریزوندن برای شما. چی گفتنی برای بینندگان؟ برای مردم کلی تاجیک اشک میریزونم دعای دولت چون میکنم که هوایارم نصیب خونه خدا بگردونه و دایما در او دانش تبسمی خنده باشه بعد یک چیز دیگه بابای عباس چی خیلی احوال چی خیلی شگونه پروردگار شرایطم تا اینجای نزدیک هستم نزدیک چیدنیم این خونه خدا هم برادرها جون نه جای زیق شویه یا نه جای گریه میایین همیشه با دلی پر با دلی چاپ خونه الله زیارت میکنه حاج قبول منی با میره تاجیکستان انشاءالله اینا برادرم ما در مدینه حاضر میریم برای بابای عباس مسجد جناب رسول اکرم درود خداوند بر او باد نشان میتیم انشاءالله پیگیر نوارها باشه دستگیری تو نبرورید ما رفتیم انشاءالله میریم رفتیم. بابای عباس این الحمدلله در مسجد جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در آمدیم حاضر میریم اینا به امر رسول الله اینا دیدی ها اونو مجا دیدی اونا در مجا مسجد جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حاضر میریم دعا و درود میکنیم میرم نزد پیغمبر خدا اکرم صلی الله علیه و سلم با روح مادرم یا دعا میکنیم که شفاعت کنه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد پیشی مادری عزیز مهربانم حضرت بیبایشه میرم با در پیشی وی در رکوع دعا میکنیم که در تای پرده خودش جوگیرش کنه مادری جونی به مزمه انشاءالله خوش به حالت بابای عباس باور کنید بینندگان گرامی ای همین آمدگیم
بابای عباس فقط مادر میگه در حق مادرم دعا و درود کنم. بعد برای خودش واپشه دعا و درود نمیکنه، فقط میگه برای مادرم، تا اینکه بابای عباس خوشحال شود و در حق مادرش دعا و درود کنه. باباش انشالله این هازی سلام، این هازی میره میدروه سلامتی انشالله. اون دیدی مردم در اومده سن دیدی انموجا میریم در شویه در شویه انموجا میریم. رفتی برادران عزیز، ما با همراه بابای عباس در درون مسجد جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باز میریم انشاءالله که سلام میکنیم. باباش نمیگه خستم بیا اما سخت بیا رفتیم. این رسیدین گنبد دیدی؟ این در روی پاکی رسول اکرم حضرت محمد علیه السلام بمرمینه اومدیم به این درگاه شا انشاءالله میریم و روح مادرم باید دو دعا میبخشم. خداوند کریم حج مادر من به درگاهش قبول کنه و قیامتش آباد کنه در این درگاه. بسم الله الرحمن الرحیم. انا بابای عباس در اومده است. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله. سلام علیکم. سلام علیکم یا رسول الله. السلام علیکم رسول الله اکرم صلی الله علیه و سلم. خداوند کریم در این درون مقبره خداوند و دعای منی بیمار خدا و درگاهش قبول کنیم. پروردگار مادر جگربند عزیز مهربان خداوند در قسمت خدا دیگه داری قیامت آباد کنی. حفظ کفصل پروردگار صلاح کنی. چی آرزوهای در دل دارم خداوند به ما دعا برسونی. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دعای منی بیمار خداوند به درگاه قبول کنی. پروردگار شفای کامل متی درد غم ای بدن دور کنی. همه آفت‌های رو دنیا خدا نگه عباس و یا کنه لبا اونجا منبر جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فهمیدی؟ نگجو اونجا منبر شدن، اونجا جای خطبه میخونه کو این جای نمازخونیش بود. انا میدیدی اینجا جای نمازخونیش بود. اینجا فهمیدم اینجا جای نمازخونیشه. اینی خونه را دیدی؟ اینی خونه عایشه مادرم بود. اونجا خونه عایشه مادرم بود. فهمیدی بابا عباس؟ او نه اینجا را دیدی؟ اینجا خونه عایشه مادرمونه. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اونجا گور کرده. در همون برای حضرت عایشه در همون خونه گور کرده گیه. از میریم اونجا سلام میتیم. فهمیدی؟ از میریم سلام میتیم. بابا عباس عایشه مادرمون در اینجا نماز خوانده گیه. در همین خونه همینجا خونهش بود. در بر مسجد خونهش همینجا چسبیدگی بود. خونه حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینجا بود. بود پل بمرمی تبود ممزه میویی بوی با مزه بود با مزه بمرم. همین خونه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یعنی فکر بمرم ای بود میلیون سفر حضرت پیغمبر خدایشون دعای منی بیمار به درگاهش قبول. روح مادر جگربند عزیز مهربان روح شاد گردونی گوش پرنور گردونی. پروردگار دربار حضرت بی‌بایشه مادرم دتی پرده وی جوش کنی. ای الله جون شیرین ای حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم پروردگار دعای منی بیمار به درگاهش قبول کنی. رویشون شاد باشه جایشون جنت. پروردگار حفظ کفصل آب باشه مادر جونی شیرینت ما در روح بمر مادری جون.
ای خدای جون دعا مستجاب گردن نزدی پیغمبرها و اولیاها و شهیدا پروردگارا چی آرزوهای دلیل دارم این حضرت پیغمبر در انمی جای دست دراز که سلام بکنیم. سلام علیکم یا رسول الله. السلام علیکم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. صلی الله علیه و سلم. السلام علیکم رسول اکرم رسول الله صلی الله علیه و سلم. السلام علیکم ابوبکر صدیق. السلام علیکم ابوبکر صدیق. السلام علیکم عمر ابن الخطاب. السلام علیکم حضرت عمر. الهی آمین. خداوند کریم نزدی پیغمبری خدا روح مادر رو شاد باشه گورش پرنور باشه. الله اکبر. ای تو اینو بخیلی میکنه ممکن است. انا بابای عباس اینا برو سلام دادیم و مقصدت رسیدی. بابای عباس انا جایی که از ما رفتیم در اومدیم حضرت پیغمبر درود خداوند بر او بود دعا و درود کردیم سلام دادیم حضرت ابوبکر رضی الله عنه را حضرت عمر انا که عایشه ما درمون درها انا اون جنت البقیه دیدی اونا انا مجاهد اون مجاهد خونه چوی مایده مایده در انمو جنت البقیه گرد دفن کرده انمو جنت البقیه عایشه مادرمون در انمو جا چیکار میکنیم میریم اخه خودی میریم یا دعا میفرستیم با میریم ابر سیاه میرود صاف میشود حیف آدم میرود خاک میشود. بینندگان گرامی در این منظره زیبا که شما دیدید در اینجا جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دفن شده است. برای همه بینندگان عزیز دیده که دنیا با جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فایده نکرد به هیچ که ما فایده نمیکنه. باید ما همه ما یک عمل کنیم که مقصد به خیر جمعیت مقصد انسانیت باشه. برای بینندگان عزیز هر کاری میکنیم هر عملی که میکنیم باید از دل نیت صاف کنیم بابای عباس. اینا ما تصمیم گرفته که همه بابای عباس و همه جای مقدس بیاریم الله بزرگ دعا و درود قبول کنه تا اینکه اصلاح شیم بابای عباس اصلاح شیم. انا بابای عباس که برای بینندگان همه زیارت کردگی چی دیدی چی اشوشنی بروردی چی احساسات کردی همه وقت زیارت کردی همه خیلی احساس کردم که این خدمت سالیم بعدم حس کردم و روح مادرم دعا فوتیه فرستم داشتم و خدمت و با روح مادرم جون شیرینی بیچارم که در ته خاک خانه خواهد خداوند روی شاد باشه جای جنت باشه و پروردگار در ته پرده حضرت عایشه مادرم باشه. بابای عباس نبا میگم که همین شما اینقدر مادرتون دوست می‌دارین نه شما در عائله تو چند نفری؟ ما اول 5 نفر پسر بودیم 2 نفر دختر یا برادر قیمت مو ایالم چست چیزاکای کلونین چست پشید و همین سه بچه موندیم بعد 2 دختر انا امو رحمتی مادر پدرم همه قفازان موندگی هست. مادر تو دوستت می‌داشت؟ ای کنیش نه هر یا خدا رحمتی پنسیش میگیریم داخلش یا چیزا میخرید بامونه میخرید که همین بچه‌ها سال لیلیت پولیز نگردن. خوش به حالت خوش به حالت در روحی وای بمرو. باید چیز دیگه بابای عباس در یک نوار کردی گفتی در حق مقصد رحیم غرمی دعا کردم برای چی دعای نیکش میکنی فقط دعا میکنی در برای دعا میکردم که من در دورش به جو مکان بدم به خانه و در بدم جای زیست نداشتم جای منزلگاه زیست نداشتم در حق اول دعای دولت میکردم یک روزش شید که به درگاه خونه حاجی رحیم رفتم کمرو رفتم اونجا از داد مکردم گرفت آواد همین دوشنبه یک خونه تینج خشم داد یک خونه داد خوش به حالش خوش به حالش خداوند روح حاجی رحیم روح پشت حاجی رحیم سه زحمت کنه به خدمتش شایسته جنت کنه خبز کبسه سیاو گردن دویمو داره و دهن حاجی رحیم دهن پیر کمپیری و چرش تبسمی خنده باشه. خوش به حالت خوش به حالت باش خوش به حالت که
و قدر خدمت‌های مردم میرسید. الحمدلله در روی پاکی و دوا برادران عزیز باور کنید بابای عباس بهترین انسان است. واسه ما خودمون برای مبلغ ناچیز آدم به آبرو میکنیم. الله بزرگ همه تنگان باشه، زنده و سربلند خانه آباد باشه، پیگیر نوارها باشه. ان شاء الله که زیارتگاه های مدینه را میریم زیارت میکنیم، با بابای عباس نوار میکنیم و برای شما پیشکش میکنیم بینندگان گرامی. ان شاء الله درون رفتیم. الله همه تنگان باشه. خب الله نگهبان تو مردم کلی تاجیک.